در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی جلسه نوبتی شورای عالمان دانشگاه برگزار شد. در کار آن رهبریت دانشگاه، معاونان، سرداران ریاست شعبه‌ها، دکان‌ها، راهبران ساختارها و هیئت پروفسوران و آموزگاران اشتراک نمودند. ضمن همایش مسائل وابسته به فعالیت تعلیمی، علمی و بین‌المللی دانشگاه در سال 2025 مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که رشد صفت تحصیل، تقویت فعالیت علمی و گسترش رابطه‌های خارجی یکی از سمت‌های اساسی فعالیت دانشگاه به حساب می‌رود. اطلاع داده شد که دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی در رده‌بندی بین‌المللی مؤسسه‌های تحصیلات عالی در بین 422 دانشگاه از 55 کشور جهان جای هشتم را صاحب گردیده است که یکی از دستاوردهای مهم دانشگاه ارزیابی می‌شود. در همایش همچنین افزایش شماره قبول در همه زمینه‌های تحصیلات، زیاد گردیدن تعداد دانشجویان تحصیل کننده طبق کوتا پرزیدنتی و گیرندگان استیپند پرزیدنتی ارزیابی شد. تعداد گیرندگان استیپند اعلی به 483 نفر رسیده. شماره گروه‌های اکادمی تحصیل با زبان روسی از 31 به 53 گروه افزایش یافته است. در برابر این در سال جاری 15 اختصاصی نو برای شعبه‌های روزانه و غایبانه تأسیس داده شده است. با فعالیت آغاز نمودن این دو شورای دیسرتاسیونی از روی اختصاص‌های ادبیات شناسی و متدیک تعلیم متماتیک و فیزیک، نشر 60 مونوگرافیا و افزایش مقاله‌های علمی در مجله‌های بین‌المللی از دستاوردهای مهم دانشگاه ارزیابی گردید. طبق معلومات پیشنهاد شده، دانشگاه در رده‌بندی پایگاه اطلاعاتی با فراگیری 6597 مقاله علمی در بین 69 مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و علمی کشور جای دوم را اشغال نموده است. در رفت همایش بر رشد همکاری‌های بین‌المللی نیز توجه ظاهر شده. تأسیس مرکزهای فرهنگی چین و کره و امضای شرطنامه‌های نوی همکاری با 4 مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی خارجی نمونه روشن آن ارزیابی شد. همزمان اطلاع داده شد که در دایره دستگیری آموزگاران و دانشجویان در سال 2025 مبلغ عمومی 300,000 سومانی جدا گردیده با آموزگاران موفق، محققان، دانشجویان و خوانندگان لیسه نزد دانشگاه برای دستاوردهای علمی و پیروزی‌ها در آزمون المپیادها تقدیم شده است. در ادامه جمع آمد از دستاوردهای ملی و بین‌المللی دانشگاه نتیجه گیری نموده، غالبان آن با تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی گردیدند. در فرجام جلسه سمت‌های افزایندگی فعالیت دانشگاه برای دوره من بعد از جمله بلند برداشتن صفت تحصیل، استفاده تکنولوژی‌های معاصر، تحکیم فعالیت علمی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی مورد توجه قرار داده شد.